سلام. همه ما دنبال حال خوب هستیم. حالا چه این حال خوب روانی باشه و چه جسمی. برای اینکه حالمون خوب باشه چی کار باید بکنیم؟ من الان توی مرکزی هستم که مرکز هولستیک هست. اومدم امروز یه مقداری در مورد هولستیک و اینکه چطوری میتونه به سلامت ما کمک کنه، چطوری میتونیم سبک زندگیمون رو به این سمت ببریم و حال خوبی رو تجربه کنیم صحبت کنم. پس تا انتهای ویدیو با من باشید چون بسیار میتونه براتون جالب و جذاب باشه و البته اگر دنبال سلامتی هستید یکی از راههایی که شما میتونید واقعا به خودتون کمک کنید که همیشه بدن و روان سالمی داشته باشید اینه که از این نوع فلسفه استفاده کنید که در واقع برمیگرده به هندوها و چینی‌ها که 500,000 سال پیش ازش استفاده میکردن به عنوان یه راهی برای درمان. البته که خب امروز علم پیشرفت کرده، ما داروهای مختلف داریم، تکنولوژی رو داریم که میتونه به ما کمک کنه، ولی همچنان این که ما چقدر میتونیم از طبیعت استفاده کنیم، از چیزهای طبیعی استفاده کنیم برای اینکه حالمون بهتر بشه خیلی اهمیت داره. دلیلش هم این هست که اصلا توی این فلسفه خیلی از بیماری ها و مشکلاتی که برای ما پیش میاد به خاطر به هم ریختگی انرژی های وجودی ما هست. از اون جایی که من انرژی درمانی انجام میدم توی سبک پرانیک هیلی و اگر شما با چاکراها آشنا باشید خیلی از انرژی های منفی که به خاطر کار، استرس، شرایط روحی مختلف، ترس ها، نگرانی ها وارد وجود ما میشه تعادل انرژی بدن ما رو به هم میزنه. همینطوری که اسم این کانال رو هارمونی گذاشتم میخوام شما کم کم با این موضوع آشنا شید که ما چطوری میتونیم یه بالانسی رو برای روان خودمون و بدن خودمون و همینطور روح خودمون ایجاد کنیم. حالا چرا باید اصلا ما این بالانس رو ایجاد کنیم؟ توی این فلسفه هولستیک میگه که همینطوری که عناصر طبیعت به هم وصل هستند و یک کل رو میسازند مثل زمین، آب، گیاهان و حیوانات و باد و در طبیعت هر کدوم از این عنصرها که به درستی کار نکنه تأثیر میذاره روی کل. پس ما هم یه مجموعه هستیم، ما هم یه کل هستیم. ما اینطوری نیستیم که فقط فیزیکمون باشیم یا فقط ذهنمون باشیم. میاد توی این فلسفه میگه که ما 4 تا بخشمون هست که خیلی اهمیت داره و توی این 4 تا بخش اگه ما بتونیم تعادل ایجاد کنیم و هر کدوم از اینا رو که مراقبت کنیم حالمون یکی بهتر میشه. یکی بخش فیزیکی و جسمانی ما هست، یکی بخش ذهن ما هستش که خب خیلی هم عامل خیلی از بیماری ها مشکلات ما همین ذهن هست و همینطور روح ما که ما چقدر به روحمون و بخش معنوی خودمون اهمیت میدیم و رسیدگی میکنیم. و بخش 4 احساسات ما هستند، اما اقسام احساساتی که ما داریم و خیلی وقتا نادیده‌شون میگیریم. شما وقتی خشمگین میشید اون میزان خشم شما داره شما رو از نظر انرژی میاره توی یه سطح خیلی پایین‌تری نسبت به عشق، نسبت به احساس شادی. وقتی شما توی اون سطح انرژی باشید قطعا نمیتونید بدن سالمی داشته باشید. خیلی وقتها خشم‌های فروخورده تبدیل به سرطان میشن. خیلی وقتا شما ممکنه یه امتحانی دارید، بابت اون امتحان استرس دارید و اون استرسه باعث مثلا سردرد شما میشه که همون دردها یا بیماری‌های سایکوسوماتیک میشه که ریشه روانی دارن ولی جسم ما رو درگیر میکنن. پس ما اگر میخوایم حالمون خوب باشه، میخوایم سلامت باشیم، باید این کل رو در نظر بگیریم و باید تمام این ابعاد رو در نظر بگیریم. حالا برای اینکه بتونیم اینجوری زندگی بکنیم شاید خیلی سخت باشه. توی زندگی امروزه به هر حال استرس وجود داره، مشکلات و مسائل زیادی وجود داره که ممکنه سطح انرژی ما رو تخریب بکنه، تعادلش رو به هم بزنه، انرژی منفی زیادی وارد وجود ما بشه. چطوری میتونیم اینا رو دوباره متعادل کنیم؟ باید هر روز لایف استایلمون رو اینطوری طراحی کنیم که هر روز اگر چیز منفی رو تجربه میکنیم عصر که میشه اینو تخلیهش کنیم به هر شکلی. الان توی این مرکزی که من هستم که خب یک ریتریت سنتر هستش توی بالی و مرکز فوق‌العاده معنوی هم هست، دقت می‌بینیم چه چیزایی استفاده میشه برای برگردوندن حال خوب آدم ها. یک بحث جسمیش هست، مثلا ماساژ دادن. دوم
رسیدگی به پوست، حتی مثلا رفتن اسپا، انجام دادن فیشیال، کارهایی که حال پوست ما رو هم که بیرون بدن ما هست رو بهتر میکنه، در نتیجه احساسات ما بهتر میشن. یعنی ما اگر استرس داشته باشیم، اگه خشم داشته باشیم، نگرانی داشته باشیم، یه مقداری حالمون بهتر میشه، میتونیم بیشتر به احساس خوب و آرامش نزدیک بشیم. دوم میتونه به فیزیک بدن ما کمک کنه و سوم میتونه به ذهن ما کمک کنه که ما ذهن ریلکس تری داشته باشیم. پس ماساژ دادن فقط این نیستش که برای اینه که ما ریلکس بشیم، داریم به همه ابعاد خودمون کمک میکنیم. یا وقتی ما برای پوستمون فیشیال انجام میدیم یا مثلا اسکراب میکنیم برای پوستمون، همه این کارها باعث میشه که حال روانی و فیزیکی ما بهتر بشه. یه بخش دیگهش مدیتیشن هست که در واقع با تنفس‌های عمیق و اجازه دادن اکسیژن که وارد بدن ما بشه، غذای سلول‌های مغز ما هست، آرامش رو از این طریق میتونیم تجربه کنیم، هورمون‌های بدنمون از این طریق میتونه متعادل بشه. پس مراقبه یا مدیتیشن کردن باعث میشه که ما توی لحظه حال بمونیم و هر چقدر ما توی لحظه حال بهتر بتونیم بمونیم بدون اینکه ذهنمون فرار کنه به گذشته یا آینده، ما حال روانی بهتر و حال جسمی بهتری خواهیم داشت. پس میبینیم که چطوری اینها به هم گره خورده. در واقع وقتی من بدن آروم تری دارم، وقتی من در حال آرامش هستم و ذهنم به جاهای مختلف نمیره، خب احساساتم احساسات بهتری هست. وقتی احساسات بهتری دارم، بدنم کمتر بیمار میشه و همه اینها بسیار کمک میکنه که شما بتونید اگه حتی استرس و فشارهایی که دارید رو تخلیه بکنید. موضوع بعدی که توی سلامت هولیستیک خیلی اهمیت داره تغذیه هست. آب فراوان، خوردن سبزیجات فراوان، مصرف به اندازه ویتامین ها و مواد مغذی که برای بدن ما لازم هست. کلا اینکه ما صبح که بلند میشیم، اگر که شما میخواید سبک زندگیتون هولیستیک باشه، تا شب بعد مراقب خودتون باشید که دارید چی میخورید، چی کار میکنید، نه به شکلی که میخواید خیلی وسواسگونه بهش نگاه کنید. به این شکل که من اگر امروز زیادی استرس کشیدم، بعد از ظهر باید یه مقداری آرامش به خودم برسونم، با مدیتیشن، با تنفس، با اسپا رفتن، با رفتن توی وانه، با دوش گرفتن آب سرد. به شکل‌های مختلفی ما میتونیم انرژی‌های بدنمون رو دوباره متعادل کنیم. درسته که شاید اولش یه ذره برامون پیچیده باشه که چجوری ما میتونیم انرژی بدنمون رو و ذهنمون و روانمون و روحمون رو دوباره متعادل کنیم. همین تکنیک هایی که بهتون میگم ساده ترینش هستش. ارتباط گرفتن با طبیعت، رسیدگی به جسم و ذهن هر روز، روزانه. یا اگه یه مدتی گذشت، شما مثلا یه مدتی درگیر یه موضوعی بودید، یه شرایطی بودید، نتونستید به خودتون رسیدگی کنید، نتونستید به جسم و روانتون برسید، ولی آگاه باشید بهش. بعد از یه مدتی که گذشت بگید من مثل این که غافل شده بودم، من حواسم نبود، این جسم بنده خدای من داشته همینجوری خودش رو پشت سر من میکشونده، چقدر ذهن من انحراف داره، چقدر داره میره جاهایی که نباید بره. وقتی ما آگاه میشیم، اون وقت میتونیم دوباره تعادل رو برگردونیم توی وجودمون. ارتباطی که با طبیعت میگیریم، قرار نیستش که کفش بپوشیم رو چمن راه بریم. کفشتون رو در بیارید، با زمین ارتباط بگیرید. وقتی میرین لب ساحل، پاتون رو بذارید روی ماسه ها، دراز بکشید روی ماسه ها. این ارتباط تنگاتنگ با طبیعت دوباره میتونه انرژی های ما رو متعادل کنه. نفس بکشید توی فضای باز، تنفس عمیق خیلی کمک میکنه. متاسفانه خیلی از کسانی که با من کار میکنن کسانی هستند که خب به دلایل بیماری هایی که واقعا نتونستن از نظر حالا شیمیایی یا دارو درمانی کمکی بهشون بکنن، میان به سمت اینکه بخوان انرژی درمانی بشن و خب خیلی ناراحت کننده هست اولش که ما میبینیم این شرایط رو دارن افراد، اما واقعا معجزه ها میکنه وقتی که شخص میاد و انرژی های بدنش رو متعادل میکنه، حس های خودش رو درست میکنه، ذهنیتش رو درست میکنه، از روحش کمک میگیره. این روح ما وصل هست به تمام عالم و ما در این کل قرار گرفتیم. اگه بتونیم ما این روح ارتباط خوبی برقرار کنیم، پس ما فرزند تمام کائنات هستیم
و این فرزند همیشه مورد عشق و عنایت قرار میگیره، مگر اینکه خودش ارتباطش رو قطع کنه، اینقدر درگیر زندگی روزمره بشه که اصلا یادش بره که اصلش کجا هست. اگه یادمون بره دیگه تقصیر کائنات و انرژی جهان و خدا یا هر چیزی که بهش اعتقاد داریم نیست، تقصیر خودمونه. ما ارتباطمون رو قطع کردیم. برای اینکه دوباره وصل شیم خیلی مهمه که هم روزانه مراقب باشیم، هم اگر یه مدتی بی‌دقتی کردیم یه زمانی رو اختصاص بدیم برای پاکسازی به این معنا که روزانه مدیتیشن کنیم، یا اگه میتونیم یه مدتی بریم توی طبیعت، بریم توی فضایی که معنوی هست. از طریق رایحه درمانی که استفاده کردن از عودها و عطرهای طبیعی هست که اصلا وقتی به مشام ما میرسه، مثل همین جا که یه عودهایی رو روشن کرده که اینقدر انرژی من رو بالا برد، واقعا دلم نیامد که توی این حس عالی براتون ویدیو نگیرم. در سفر هستم ولی همچنان همتون رو دوست دارم، به فکرتون هستم. اگه دوست دارید بیشتر در مورد هولیستیک بدونید و دوست دارید سبک زندگیتون رو به این سمت ببرید و زندگی سالمتری رو تجربه کنید، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. با کمال میل پاسخ خواهم داد و مراقب خودتون باشید تا ویدئوی بعد. اینجا هم که مرکز ماساژش هست. حالا رفتم حتما براتون از داخلش هم ویدئو میگیرم. این هم فضایی هست که ویدئو رو براتون ضبط کردم.